یک صحابه آمد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدرم از مالهای من استفاده میبرد، مرا نمیپرسد. شرعاً و قانوناً مال را که من به دست آورده ام، پدری من از من باید پرسد که فرزندم، من این مبلغ تو را یا این که این چیز را میتوانم استفاده برم؟ این صحابه از قانون سخن کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند پدر این شخص را فریاد کنید. وقتی که پدر این شخص را فریاد کردند، پدر این شخص پرسید برای چی مرا فریاد میکنند؟ با او گفتند فرزند تو را شکایت کرده است نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با دلش چند جمله اشعار خوانده به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد حاضر شد. پیش از این مرد جبرائیل امین رسیده بود. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله جل جلاله می فرماید که به این شخص بگو اول بخواند اون اشعاری که با دلش گذرانده است، حتی با زبانش نخوانده است. اما الله از عرش شنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این مرد گفت برادر، من ماجرای تو را بعد می شنوم. الان بخوان اون اشعار را که در زبانت ادا نکرده ای، الله شنید از عرش. این مرد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من گواهی می دهم که تو رسول برحقی و پروردگار تو بسیار طاقتور است. قسم به پروردگارت از زبانم یک جمله خارج نشده است، ولی بسیار غمگین شدم و در دنیای دلم چند جمله اشعار برآمد و همون جا گم شد. از سینه جوش زد و همون جا دفن شد. اما پروردگار تو از عرش شنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بله، بخوان. این مرد خواند عزوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل وإذا ضاقتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما مدى فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. مفهوم این اشعار: ای فرزندم، از همان روزی که تو به دنیا آمدی، من از همان روز برای خودم زندگی را بس کردم، برای تو شروع کردم. با گرمی و با سردی جنگیدم، با موسمها جنگیدم و با همه حالت روبرو شدم. برای تو رزق پیدا کردم، جوانی را قربان کردم، تندرستی را قربان کردم، همه خواهش‌های خود را فراموش کردم. برای دیدن تبسم در چهره تو شبها کار کردم، روزها کار کردم، گاه در گرمی، گاه در سردی، گاه با گرسنگی، گاه با تشنگی. تو را خورانیدم، خود گرسنه گشتم، تو را نوشانیدم و خود تشنه گشتم. برای تو سایه جستم، خود در آفتاب نشستم. برای تو آرامی جستم و خود ناآرام گشتم. زندگی من برای تو شد، من برای خودم زندگی نکردم. وقتی که تو بیمار می شدی، من با مادرت بالای بستر بیماریت نشسته از ترس می لرزیدم که یکی نشود که جانت را از دست دهیم. طبیب فریاد کن، دوا تلاش کن، نزد این برو
نزد اون برو علاج پیدا کن. گریه می کردیم بیقرار می شدیم، با فکر وسط خیالهای خوفناک روبرو می شدیم تا اینکه تو را صحتمند ببینیم و به خاطر دیدن تبسم در چهره تو همه تبسمهای خود را به خاک مالیدیم، صحتمندی خود را قربان کردیم. و همین طور یک روز نگذشت بلکه روزها و شبها گذشت، هفته و ماهها گذشت، ماهها و سالها گذشت، بهار و خزان گذشت، تا آنجایی که تو طرفی بلندی پرواز کردی و من به پایان. در جوانی تو رنگ و قوت بخشیدم، پیری مغز و استخوانهای مرا نوشید. جوانی قد تو را راست و استوار کرد، پیری کمری مرا مثل کمان خم کرد. من محتاج شدم، تو طاقتور و جوان شدی. اکنون من خیال کردم که من انگشتی این را گرفته در راه می گشتم و در آغوش می گرفتم، در کتفهایم برداشته گردانیده بودم. برای این من در بدر گشته بودم. اکنون که من پیر شدم، امروز از دستم می گیرد، مرا آغوش می کند. من غمخوار این بودم، امروز این غمخوار من می شود. لیکن فرزندم، تو یک بار دیگر شدی، چشمانت دیگر شدند. تو طوری به من نگاه کردی گویا که من پدر تو نه، من غلام تو هستم. من این همه سرگذشت خود را دروغ شماریدم و گفتم من خواب دیدم که من پدر هستم. نه، من غلام هستم، من همسایه هستم برای تو. آره دوستم، اگر همسایه هستم مردم همسایه را هم می پرسند، معامله خوب می کنند. لااقل مثل یک همسایه می پرسیدی کمبودی نداری، چیزی لازم هست؟ اما تو باره هم نپرسیدی. برادران عزیز، این اشعار همان اشعار هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام خواندن این مرد تا به آخر زار و قطار گریستند و در آخر خستند از جایشان. ریش مبارک تر شده بود. از گریبان فرزند این مرد گرفت و یک تکان داد و گفت برخیز از جایت گم شو، انت و مالک لابیه. تو با پدرت مخالفت میکنی؟ خارج شو از اینجا، تو و مالهایت از پدرت هستی. برادران عزیز، سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن این خود صدقه جاریه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.